سلام به همه رفقای گل فکتوریا. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از کشورهای خاص اروپا، کشوری که هم قدرت اقتصادی داره، هم تاریخ عجیب داره و هم فرهنگ متفاوت. آلمان. ولی خب باور کنید آلمان فقط ماشین و فوتبال نیست، کلی نکات جالب و عجیب داره که مطمئنم خیلیاشو نمیدونید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، چون میخوام 12 تا دانستنی عجیب و واقعی از آلمان رو بگم که میخکوبتون میکنه. لطفاً برای حمایت از ما و اینکه بهمون انرژی بدید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه عشقا. بریم که داشته باشیم ادامه ویدیو رو. و اما بریم سراغ قوانین و دانستنیایی که باید از آلمان بدونید. شماره 1. قانون مداری افراطی. توی آلمان حتی اگه چراغ قرمز باشه و خیابون خالی، حق ندارید رد بشید، چون پلیس ببینه جریمتون میکنه، چون معتقدن این کار به فرهنگ احترام به قانون ضربه میزنه. شماره 2. اتوبان بدون محدودیت سرعت. بعضی اتوبان‌های معروف آلمان محدودیت سرعت ندارن، یعنی میتونید با هر سرعتی برید، فقط باید حتما امنیت رعایت بشه. خیلیا برای همین تجربه خاص میان آلمان. شماره 3. عشق به نان. آلمانی ها بیش از 300 نوع نان دارن، حتی یه موزه نان هم دارن که نون براشون یه فرهنگ حساب میشه. شماره 4. کشور قلعه ها. آلمان بیش از 20,000 قلعه داره، خیلیاش شبیه قصه های قدیمیه. معروف ترینش قلعه نویشوانشتاینه که خیلی هم معروفه. شماره 5. فستیوال اکتبر. یکی از بزرگترین جشن‌های جهان هر سال تو مونیخ برگزار میشه و میلیون ها نفر برای غذا، نوشیدنی و موسیقی سنتی دور هم جمع میشن. شماره 6. تحصیل رایگان. دانشگاه‌های دولتی آلمان برای خیلی از رشته‌ها کاملا رایگان هستن. حتی خارجی‌ها هم میتونن مجانی درس بخونن. به خاطر همین کلی دانشجوی بین‌المللی میرن اونجا. شماره 7. زبان آلمانی. با حدود 95 میلیون نفر پرکاربردترین زبان مادری اروپا حساب میشه. یادگیریش هم سخته چون کلمات خیلی طولانی دارن. شماره 8. طبیعت شگفت‌انگیز. از جنگل سیاه گرفته تا کوههای آلپ، آلمان طبیعتی داره که قشنگ آدمو یاد قصه های فانتزی میندازه. شماره 9. فرهنگ بازیافت. آلمان توی بازیافت جز بهترین های دنیاست. سیستم جمع آوری بطری ها باعث میشه تقریبا همه بطری ها دوباره استفاده بشن. شماره 10. اختراعات مهم. خیلی از چیزهای مهمی که از آلمان اومده، چاپگر گوتنبرگ، اتومبیل کارل بنز، آسپرین و حتی MP3 بوده. شماره 11. فوتبال و بوندسلیگا. آلمان یکی از قدرت‌های بزرگ فوتباله. تیم ملیش 4 بار قهرمان جام جهانی شده. لیگ بوندسلیگا هم جزو پرتماشاگرترین لیگ‌های دنیاست. شماره 12. سرزمین افسانه‌ها و کارتون‌ها. خیلی از قصه های معروف مثل هانسل و گرتل یا شنل قرمزی از افسانه های آلمانی و مخصوصا جنگل سیاه الهام گرفته شده که در مورد خیلی هاشون هم کارتون ساختن. یه ماجرای جالب هم در مورد جنگل سیاه آلمان بهتون میگم. قدیما مردم باور داشتن موجودات عجیب مثل جادوگر یا غول زندگی میکنن. همین باعث شد قصه های ترسناک زیادی درست بشه. برادران گریم که نویسنده بودن از همین افسانه ها الهام گرفتن. جالبه بدونید هنوز هم وقتی میرید اون جنگلا یه حس عجیب بهتون میده، انگار واقعا وسط یه قصه تاریک گیر کردید. خب رفقا، دیدیم که آلمان فقط کشور ماشین و فوتبال نیست. از قوانین عجیب گرفته تا قلعه ها و افسانه ها، این کشور کلی نکته داره که خیلی ها خبر ندارن. حالا شما بگید کدوم یکی از این دانستنی‌ها بیشتر براتون جالب بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، چون قسمت بعدی میریم سراغ یک کشور دیگه با ماجراهای عجیب‌تر.
دمتون گرم که با ما همراه بودید و تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.